انجمن حامی داره سعی میکنه عدالت آموزشی رو توی ایران محقق کنه با کمک خیلی از NGO ها و سازمان های مردم نهاد دیگه‌ای که دارن در این راستا فعالیت میکنن. و توای سالکانی کمانده در دستانین و هیوادارشون که بتوانیم با خوشی و کامرانی یک یه در طرف یک سینه پیش رو فعالیت کردن هر وبرگاه. عدالت آموزشی به دو صورت محقق میشه. در درجه اول اینه که هممون از امکانات برابر آموزشی برخوردار باشیم و اگر این اتفاق بیفته در کشورمون تازه میریم مرحله بعد که کودکان ایران هر کدومشون بر اساس استعدادی که دارن آموزش رو دریافت کنن. خیندوان بید باش آیفون راد کردن و هرکه می‌روه که باش خیندونی داشته تو سانه زانیتن یعنی که بیه شهرت نبید ام سامسونگ اگه دنبال جهازی که وصل کبشت فعلیش شول پیب کردن و طبعا پیرامیر و پیرهجنه های اغلبا موبایلت عادی بخورات کن بین بس بو دو بو آخفنه تشتمت أغلبتش عربيلتين مجمل الفيريجي كي هاي كمية مازنش عربيلتين فيري وشركة ما تقريبا أغلبت يه رئيسيش بغدادين عربيلتين فيري وداخوز خلكيجي خرسة تشتنيه في وضعين وكبسة مدادي نه شوي كورتي كرنك زور يال سيكي هات يكرن نه موبايل بتنه بلكي لهمي سيكي خري يرو أفشالك يا ما هاتن فنانين هاتن في جي كشتنه جي سرجي كرنه جي خوينه هاتن يرو فن خوا درخينن إنه دجي في كشتنه بون دجي تقع حروب جيد منو كشتن جيد من دجي ويقشين ام هاتن فيديو كي باجاي رقاق وام قاربن وك روحكي خوشك ام بدن خالي كرن جروبا ما ام نهشي وكارن سيروش فعال يامنا دسبيكي اوروجي سبيجي ودسبا باشين يروج وك بيشنجهك بافكاري و بيقاداندن ويدلاك الملك عن ابي كيف مرض ذنبك؟ فرات